حضرت عبدالله ابن عوف می فرماید من یک شب خواب دیدم که قیامت قائم شده است، برای حساب و کتاب آوردن مرا و حساب و کتابم را بسیار به آسانی گرفته شد و مرا داخل جنت کردند. در جنت برای من بسیار قصر و ایوانها نشان دادند و مرا گفتند که دروازه های این قصر را حساب کن. من حساب کردم 50 دروازه بود. باز گفتند خانه های این قصر را حساب کن. من حساب کردم 175 خانه بود و این قصر را برای من دادند. من خیلی زیاد خوشحال شدم. وقتی که بیدار شدم شکر الله را گفتم و هنگامی که صبح شد من نزد ابن سیرین رفتم و خوابم را نقل کردم و او گفت یقینا شما آیت الکرسی را زیاد تلاوت میکنید. من گفتم بله همین طور هست، اما شما از کجا فهمیدید؟ گفت برای اینکه در این آیت 50 کلمه است و 175 حروف است. من را تعجب زد در تیزی ذهن او و مرا گفتند کسی که آیت الکرسی را زیاد تلاوت کند از سختی جان کندن نجات حاصل می کند، زیرا اینکه آیت الکرسی نور آسمانی است و یکی از آیت خزینه های عرش الله است. آیت الکرسی در سفر باعث سلامتی می باشد. آیت الکرسی پادشاه آیت های قرآنی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیت الکرسی را پیش از خواب تلاوت می کردند. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید.